یکی از دلایلی که میگیم پرکن باید بسته باشه اینه، ما همیشه اینا رو باز میذاشتیم. مشکل کجاست؟ این قسمت ها ما 3.5 بار توی لوله ها فشار دادیم. خب پرکن گرمایش از کفمون روی 1.5 تنظیم شده، اوکی، این ورش هم روی 1.5، درسته؟ برای دیک هنوز باز نشده، روی 1.5 تنظیم شده، اینجا هم 1.5 باید به من بده. اینو باز کن، ببین الان این پر میشه، این سمت هم تقریبا 1.5 یا 1.7 رو باید به من بده. این ثابته، این هم ثابته، درسته؟ مشکل میدونی کجاست؟ مشکل اینجاست که اگه من به همین شکل بخوام اینو بذارم، اون فشار 1.5 پشت سیستم گرمایش دستکف یا دیگه هم ثابت میمونه، ولی اینجا پرکن گرمایش دستکف هم تخلیهش اونجاست. اون شیر قرمز رو باز کن، آب داخل لوله های گرمایش دستکف از اینجا داره تخلیه میشه، درسته؟ ولی اینجا من افت فشار ندارم، همون 1.5 رو دارم، این برم 1.5 رو دارم. اینجوری نمیتونم نشیه رو متوجه بشم چیه. حالا اون ورودیه رو ببند. خب ببین صفر شد. به خاطر اینه که اگه از این روش داریم استفاده میکنیم، اون ورودیه باید بسته باشه.